سلام دوستان، اینک شب گذشته پرزنتاسی از مایکروسافت برگزار گردید که در آن ویندوز 11 نو معرفی کرده شد. مثل دیگر این گونه چاره‌بینی ها پرزنتاسی اساساً از چنین عباره ها بای گردید. مثال این نسل آینده ویندوز پس از 35 سال نوآوری که درک کردن ویندوز اینقدر سال دارد. ویندوز 11 به خانه قدیم مانند است که شما در آن کلان شده اید. آن باید شناس و بی خطر باشد، خصوصا در وقت تغییرات. همه این با اپیدیتای روشن درباره صورت بلندی اقتدار، پیوست شوی، مطابق شوی، چنلی و غیر علاقمند است. و اکنون درباره آن چیزهایی که در پرزنتاسی واقعا نشان داده شده است و صدا داد. پیش از همه من آن چیزهایی را یادآور میشوم که به من خیلی مهم بودند. اینک کنوپکه پوست و یارلیک ها به بین گرفته شدن. البته میتوانید هنگام خواهش آن را به طرف چپ گرفته باشید. کارفرمای نظام‌های اندروید امکان پذیر خواهد بود. آن را میتوانید از مغازه مایکروسافت یا ضمیمه آمازون گرفته توانید. اما تا کدام درجه این عمل یا فونکسیون کارشان می باشد حالا معلوم نیست. در مغازه مایکروسافت برنامه‌های مقرری بیشتر خواهند بود، زیرا برای تهیه‌گران یعنی پروگرامیستان انفرادی کمیسیه‌ها به صفر یعنی به کمیسیه کرده شدند که به این مثال شرکت ادوب را نمبر نمودند. کار با یک چند مانیتور بهتر کرده شد. مثلا فرض کردیم که شما نوتبوک را به مانیتور وصل کرده در آن برنامه‌های کاری و فایل ها را گشودید. وقتی که نوتبوک جدا کرده می شود آنها جمع کرده شده. هنگام از نو پیوست شدن آنها در مانیتورهای علاهده جایگیر و گشوده می شوند. ابزارهای بسیار و گوناگون برای میز کاری مجازی. پنل ویدجت ها. پنل میتواند با اکرانی پروسه کرده شود. ریختی ویدجت ها برای نصب موجود بوده پوره کرده میشن. ضمیمه مایکروسافت تیم خیلی چیزی خوب است. مطابق شوی برای اکران های سنسوری. کلاویاتور را خاموش کنید. نشانه ها را میتوانید چی از کلاویاتور چی از اکران سنسوری در آورده باشید. این چنین امکانیت های نوی ورود از کلاویاتور، یعنی یا اینکه خود قلم استیلوس این چنین اداره با آواز. برای بازنگران